آقا یه نکته که هست، ممکنه این آموزش رو روی اول تمام ویدیوهای کانفیگ من ببینید، چون یه آموزش جامع برای نصب همه کانفیگ هست. ما به این 3 برنامه بالا نیاز داریم: شیزوکا، زدارچه و تلگرام. وارد شیزوکا میشید، از این قسمت پلاگین رو میزنید، دیولپر آپشن رو میزنید، یکم میایید پایین، اشکال زده 20 رو ببینید، من دارم خاموش روشن میکنم، اینو فعال کنید و یه بار بزنید روش. و حالا مرتبط کردن دستگاه با کد مرتبط سازی رو بزنید و این کدی که میاد و براتون اینو وارد این گزینه بالا کنید. حالا ممکنه برای هر کسی متفاوت باشه. حالا ارسالش میکنید و از این قسمت کارم تمام شد و وارد شیزوکا دوباره میشید و استارت رو میزنید، صبر میکنید تا کارا رو انجام بده. و این نکته ای هم که هست، برای فعال کردن این اشکال زده 20 باید با یه وای فای متصل باشید. از اون قسمت روی چرخ تنظیم میزنید و زدارچی رو تیکش رو فعال میکنید، میاد بیرون، وارد چنل تلگرام ما میشید با آیدی اسپید وایتی و این قسمت کانفیگ براتون گذاشتم و با زدارچی بازش میکنید. بعد یه بار روش میزنید، استخراج رو میزنید، اینجا به علاوه ایجاد پوشه جدید، تایید. و آقا این کانفیگ رمز داره که رمزش توی طول ویدیو به صورت گفتاری هست. حالا ما مجبور میشیم این قسمت رو کات کنیم. خب آقا وای میسید تا استخراج بشه. حالا ممکنه نسبت به دیوایستون یکم طول بکشه و تعداد فایلا. و آقا بهتون بگم که سازنده این کانفیگ کسرا کانفیگی که بهترین کانفیگ های این بات و رفلگ کال آف دیوتی موبایل رو ایشون میسازه و این کانفیگ رو من به قیمت 110,000 تومان از ایشون خریدم. و این کانفیگ به حدی خفنه که شاید بعضی با چیت اشتباهش بگیرم، ولی مطمئن باشید که این کانفیگ به هیچ وجهی بند نداره. یعنی اصلا هیچ گونه کانفیگ نیست که بند داشته باشه و واسه بند بشه. و حالا شاید خودتون بگید که من از این کانفیگ داخل کالاف خودم استفاده میکنم، ولی من هر ویدیو کانفیگ که میذارم همون موقع اون کانفیگ از داخل گوشی خودم پاک میکنم، چون میخوام سالم پلی بدم. خب آقا استخراج که شد، واردش میشید، از این قسمت 3 نقطه بالا انتخاب چند گزینه ای، 2 تا تیک رو میزنید، انتخاب همه رو میزنید و داخل این قسمت تیک کانفیگ و همین کانفیگ رو برمیدارید، روی یکی از فایل ها نگه میدارید، برش رو میزنید، میاد بیرون میاد بیرون میاد بیرون میاد بیرون. از این قسمت وارد اندروید، دیتا، کام اکتیویژن کال آف دیوتی شوتر، فایلز. آقا یه نکته ای که هست، به نظرم هر کانفیگ از قبل داشتید حالا نداشتید همه رو از این بالا انتخاب همه رو بزنید و غیر از گزینه اکسترا QTS و پافر QTS همه رو اینطور نگه دارید و حذف رو بزنید. صبر کنید تا هرچی فایل به غیر از اکسترا QTS و پافر QTS که فایل های دیتا گیم هستن پاک شد. خب آقا فایل های دیگه به غیر از پافر QTS و اکسترا QTS رو که پاک کردید، به غیر از این دوتا کانفیگ رو که بارشش زدید، میاد اینجا داخل کال آف دیوتی موبایل قسمت فایل توی اینجا پیستش میکنید. حالا یکم این پروسه طول میکشه چون تعداد فایل های کانفیگ رو فکر کنم 256 تاست و یکم نسبت به کانفیگ های دیگه زیادن، چون این کانفیگ امبات های خیلی زیادی داخلشه. ولی یه چیزی که بهتون بگم، در اون حدی نیست که هر چی تیر میزنید به هد بخوره، در حدیه که اگه انمی پلتون باشه علمش خودش میره سمت انمی. و آقا یه چیزی که بهتون بگم، تموم بچهای کالاف غیر از یه سریه که من میشناسم سالم پلی میدن همه کانفیگ رو زدن. در این حد بهتون بگم کانفیگ رو زدن. اگه میبینید یه دفعه از یکی بد خوردید، یا به خاطر سنس خوبیه که داره یا به خاطر کانفیگ چیتیه که داره.
کانفینگ چیت نیست، تقویت کننده ایمه واسه کسایی که تازه گیم رو نصب کردن و چیزی از سنس و اینا سرشون نمیشه و نمیتونن یه سنس اوکی جور کنن. خب آقا من ویدیو رو کات میکنم تا انتقال پیدا کنه فایل. خب آقا فایل همونطور که میبینید داخل فایل کال اف دیوتی موبایلمون اضافه شد و دیگه آموزش نصب کانفینگ هم تموم شد. و بچه ها این بود از آموزش نصب کانفینگ. تیکه اول رمزم 85 یه تیکه دیگه بوده که در ادامه ویدیو بهتون میدم. آقا یه نکته راجع به ویدیوهای کالا، من خب گوشیم شکسته و رمش هم 4 خیلی لگه. بعد با هم وایسام تا برم پیش یکی از دوستان که آیپد داره با اون گیم پلی براتون ضبط کنم. و یه نکته دیگه که خیلی مهمه، هر کی آیپد داشت دیدید نوبه خیلی تو سرش بزنید، چون منی که انقدر نوبه میبینید چجوری داشتم بازی میکردم. یعنی آیپد انقدر صفحش بزرگه، هیدی اندازه قابلمه است، قشنگ میتونی بگیری کتکش بزنی. آقا آهنگ نداری چی گذاشتم به ویدیو، اصلا هیچ ربطی به ویدیو نداره، کار داری؟ اینجا یه تک به 4 بود، تک به 6 بود، چی بود زدیم پرپرشون کردیم با یه دیل و بیوای. و آقا یه نکته دیگه هم که هست، ریجستر رو آیپد فکر کنم 3-4 برابره، چون من هرچی تیر میزدم کامل میخورد به طرف. چون که میبینید از داخل کامیون طرف ایجاد کردم. این اکانتی هم میبینید مال یکی از دوستامه، فکر کنم 14 تا متیک و 30 تا هم لجند داشت. و آقا اینجا یه نید انداختیم اون وسط، معلومه شد چی شد، هیچی کیل نگرفتیم با اینکه اینقدر آدم اون وسط بود. یکی اینجا بود یه فست اسکوپ قشنگ. آقا اینجا یکی رفت اینجا کمپ کرد، پریدیم پایین، تق زدیم پسش رو بردیم پایین. اینجا یکی دیگه بم. اینجا 2-3 نفر بودن فکر کنم یکیشون هم دیلش زدیم با یه هالیدی، همشون رو سیاه کبود کردیم، پسیشون رو زدیم. اینجا نمیم چرا 2 شات شد، بعد میخورد به هدش ولی نخورد. آقا یه نکته که هست، این جریان یوتیوبره که رفته دنبال امید 6 و اینا چیه؟ من نفهمیدم. خیلی از بچه های یوتیوب ویدیوشو گذاشته بودن، من متوجه نشدم. و حالا اگه میدونید تو کامنت ها بهم بگید، خیلی دوست دارم جریانشو بدونم. من که متوجه نشدم شده. خیلی از یوتیوبر درگیرش بودم، منم هرچی ویدیو نگاه کردم چی اصلا مشخص نبود داخل ویدیو. و آقا این میبینید صدام یکم بی کیفیت و اینا، دارم با میکروفون خود گوشی ضبط میکنم. و آقا اگه دوست دارید بدونید من چند سالمه اینا، من 14 سالمه و اهل بهارستان اصفهانم. گفتم که بدونید. این اسکینه رو من خیلی اصلا تو اکان دیدم ازش خوش آمد، گلادیاتور بود، بعد با همه گالا ست بود انگار. یه شنل پشتش داشت، حتی تو جای بستم تکون میخورد، خیلی باش حال کردم. حالا نظر شما نمیدونم. آقا برای شما هم بیوای مثل پشه کش میمونه، وان شاد نمیکنه، فقط برای من اینطوریه. خب آقا خیلی ممنون که ویدیو رو دیدید. اگه سابای کانالمون به 10 تا برسه توی اخیر، یه رفلگ کانفینگ رفلگی براتون میذارم که حتی طرف با رم 2 هم گوشیش دیگه به هیچ وجه لگ نزنه، به هیچ وجه لگ نزنه با رم 2. فقط کافیه که سابای کانال به 10 تا برسه. خب به آخر ویدیو رسیدیم و ممنون که ویدیو رو دیدید. لایک و کامنت و دنبالم یادتون نره. تا ویدیو دیگه خداحافظ. و شوخی کردم، خداحافظی نمیخوام خداحافظی کنم، حال کردم با ویدیو. نه جدی خداحافظ دیگه، تا ویدیو دیگه. گود بای.